سلام، مایراتسل هستم از سوئد. حالتون خوبه؟ یه ویدیوی خیلی متفاوت دارم الان نشون بدم شبای این شهری که من زندگی میکنم چه شکلیه. شهر مالمو تو سوئد، جنوب سوئد هستش، استان اسکونه. خودم خیلی وقت بیرون نیومدم. بریم ما هم داشته باشیم دیگه. فعلا بریم جلوتر ببینیم چه خبره. نفری 200 کرون میشه، یعنی البته 20 یورو. البته یه لیست دارن، اگه توی لیست باشه مجانی در میاد، در غیر این صورت 200 کرون نفری. بابا من اینجام، چرا این دوربینه اینجوری میکنه؟ ویدیو رکورد میکردم، یارو منتظر با کرد، گفت همه چی خوبه. من خدا رو شکر. خب داشتم میگفتم این بابا وایسا یه جا چه اینجوری میکنه، این تاریکه منو گم میکنه. وایسا. خب اینجا ورودیش اینجوریه که شما یه لیسته، میری اونجا ایمیل میدی اسمتو، میگی چند نفریم، میای داخل، لباستام جلو، پایین جلو در تحویل میدی، یعنی کاپشن و چیزی اینا دیگه. میای بالا اینجایی که الان من ویدیوشو گرفتم براتون. یه میاین اینجا درینکی میخواین میخرین توی بار، یا اینکه باز میگم اینجا اتاق کاراوکه هستش. میان اینجا یه سری در میبندن، خیلی ساکته. میان اینجا دوتا میکروفون شروع میکنن به خوندن آهنگای مختلف، اینجا پلی میشه. اینجا میتونی اوردر بدی برات درینک بیارن تو همین اتاق. اینجا مثلا درینکتو بخوری مشروب نه. حالا بریم تو دوباره یه ذره دوباره درون بگیرم براتون. آدم جوون باشه بیاد اینجا خوش میگذره. کجایی که یادت بخیر نشستم به در نگاه میکنم، دری که آه میکشد.
من خواستم قیمت ها رو بهتون بگم. اینجا مثلا بخوای یه حالت همچین جایی بیای مثلا میز رزرو کنی و اینا، اینجا یه قیمت خاصی باید داره. ببین مثلا اینجا اگه بخوای یه گریگوز بگیری با میز 2500 کرونه. بلودر مثلا، حالا نمیدونم اسمشو درست میگم یا نه، 3000 کرونه، 70 CL، یعنی همون تقریبا یه ذره نیم لیتر بیشتر گذرف. مثلا بلودر 2 لیترش میشه 6000 کرون قیمتش برای یه شب و یه میز. اینا هم پکیجاشونه که دارن، مثلا قیمت های مختلف. مثلا یه جا هست 10 تا شیشه نمیدونم چی این تقریبا میشه 49000 کرون، یعنی تقریبا 5000 یورو، 4000 خورده یورو. قیمت های سنگینی هم داره ماشاءالله. ولی خب مثلا گرونه. مثلا پکیج کوچیکش 2 تا باتل آف کاوا نمیدونم چیه، یه دونه بلودر مثلا 70 سی میشه 5500. خب من برم فعلا داخل، یه لحظه درواشو بکنم پشت در. خوش من این دوربین تازه گرفتم، هنوز یاد نگرفتم چجوری استفاده میشه کرد. بریم تو. یه کوتاه از یه شبی که آدم مثلا میخواد خوش بگذرونه توی مالمو. جای قشنگی بود. من قدیم جای مختلف زیاد رفتم ولی خب این خوب بود. البته دیگه از ما گذشت ولی خب بد نبود. اینجا ورودیش چرا اینجوری میکنه؟ ورودیش اینجا 200 کرونه، میشه دور و بر 20 یورو که فقط ورودی میدی میری داخل. بعد حالا اگه بخوای درینک بخوری و این حرفا خب اون جداگونه است. میتونی هم VIP بگیری دیگه، تو صف وای نمیسی موقع رفتن اونجوری. خب قیمتش بالاتره. حالا قیمتا رو هم نشونتون دادم دیگه. همین دیگه. اینم شب‌های مالمو. مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. اگر خوشتون اومد دوست داشتین لایک کنین، کامنت بذارین، نظر بدین. سابسکرایب هم یادتون نره، نیاز دارم به حمایتتون. دمتون گرم. تا ویدیو بعد. فعلا.